ما در جاده ها خسته می شویم چون مدام باید به چیزی برسیم. اضطراب رسیدن به مقصد و به موقع رسیدن می تواند سرمان را سنگین کند. در مقابل چیزی که گفتم، تصور کنید از یادگیری یک زبان جدید و یا هر فعالیتی دچار شگفتی شده اید. هر روز بعدی جدید از خودتان را در آن کشف می کنید. حس می کنید دنیای ذهنیتان در حال رشد و بزرگ شدن است. غرق زیبایی مسیرید و مقصد کم می شود که به ذهنتان خطور کند. تصور کنید بیشتر از این که در جاده ها باشیم به آهستگی در حال کشف راهیم. آیا استرس و اضطراب انسان امروز به پررنگ بودن جاده ها در زندگی ربط دارد؟ آیا ما مسافران خسته از این نقطه موفقیت به نقطه بعدی رسیدن هستیم؟ شنونده عزیز من، ما باید کمی استراحت کنیم.